من توی ویدیوی امروز میخوام همزمان با اینکه دارم بعد از 5 ماه یه ذره اتاقمون رو تمیز میکنم، اینجا خوابگاه ماست، 3 تا درس که از ترم سوم کارشناسی گرفتم باهاتون به اشتراک بذارم. سلام، بالاخره ترم 3 کارشناسی تموم شد بعد از 1000 سال. It's been 84 years. رالی 5 ماه طول کشید، یعنی همیشه ترمای فرد 5 ماه طول میکشن، اما این ترم دقیق از یک روز تعطیلی، دقیق از یک روزی که استاد کنسل کنن نیاد، دقیق از یک روزی که بچه‌ها نیان کلاس تعطیل بشه. عین 5 ماه رفتیم سر کلاس و واقعا همراه با امتحانات ترم 3 کردم دارم تموم میشم. انقدر ترم طولانی بود که وقتی میخوام راجع به قبل از ترم 3 صحبت بکنم، اصلا دارم راجع به یک جهان، یک تاریخ دیگه، یک زمانه دیگه صحبت میکنم. One eternity later. میخوام راجع به تابستون صحبت بکنم، خب الان ترم پاییز بود دیگه. وقتی میخوام راجع به تابستون گذشته صحبت بکنم، اصلا دارم راجع به پارسال صحبت میکنم. انقدر که زیاد بود. و چون خیلی ترم زیادی بود، 1000 تا کار کرده و 1000 تا کار نکرده ازش بلند شد. و من توی ویدیوی امروز میخوام همزمان با اینکه دارم بعد از 5 ماه در اتاقمون رو تمیز میکنم، اینجا خوابگاه ماست، 3 تا درس که از ترم سوم کارشناسی گرفتم باهاتون به اشتراک بذارم. انقدر ترم زیادی بود که اسمم به یک آتمه دیگه تبدیل شدم. پس لطفا ویدیو رو تا آخرش ببینین، چون ویدیو گرفتم تو خوابگاه خیلی سخته و این ویدیو رو لایک کنید، منم سابسکرایب کنید و همین دیگه بزنید. درس اول، اون دهن خوشگلتو بسته نگه دار. روز اولی که شما وارد دانشگاه میشی یه خط میکشی، میگین حریم شخصی منه. حالا حریم شخصیه که ممکنه خیلی گسترده باشه، خیلی چیزا باشه که دلش به بقیه به اشتراک بذاره. حریم شخصیه که ممکنه محدودتر باشه، اشکال نداره. ولی هر چیزی که داخل اون حریم شخصی گذاشتی رو با هیچ کس تا روز آخر که قرار فارغ التحصیل بشی به اشتراک نذار، مگر اینکه دلت بخواد اون بخش حریم شخصی عمومی بشه. پس دقیقاً اون جایی که یکی پیدا شده که تو میگی این یه نفر قرار نیست بره به بقیه بگه، این یک نفر قرار مفهوم حریم شخصی رو متوجه بشه و اگه من دارم چیزی رو بهش میگم اون نمیره بقیه میگه، همونجا جایی که با دهن خوشگلت رو بسته نگه داری. I shouldn't have said that. I should not have said that. یه ویدیو که بدن انسانی قابلیت جالبی داره، اگه 2 تا لبتو بذاری رو هم دهنت بسته میشه، همون رو اعمال کن. Did you know that if you close your mouth you can actually shut up? Crazy how the human body works. من شخصا دیفالت میگیرم که آدم‌هایی که توی دانشگاهن و 20 و چند سال سن دارن، اینها دیگه متوجه شدن که اگه من دارم چیزی رو باهاشون به اشتراک میذارم نباید برام بقیه بگن. اینها دیگه مفهوم حریم شخصی رو متوجه میشن، ولی نمیشن. چرت و پرت چرا دارم میگم؟ همه آدم‌ها متوجه نیستن که نباید برای چیزای تو رو به بقیه بگن. پس اگه باید مهمه که چیزی از حریم شخصی تو وارد حریم عمومی نشه، دهن خودت رو بسته نگهش دار. این آسون‌ترین و مطمئن‌ترین راهه. درس دوم، 1000 تا کار رو با هم انجام نده. یک جایی تو توی مسیر درسی به این نتیجه میرسی که تو نمیتونی همزمان هم درس بخونی، هم سرکار بری، هم معدلت خوب باشه، هم فلان جا عضو باشی، هم فلان مسابقه رو شرکت بکنی، هم 1000 تا کار دیگه. یه جایی باید انتخاب بکنی. توی اقتصاد، همون توی مبانی اقتصاد که میخوای بخونی، یه مفهوم وجود داره به نام انتخاب. میگه چون بشر منابعش محدوده، یک جای باید دست به انتخاب بزنه. انرژی تو و وقت تو خیلی محدودتر از اون چیزیه که فکرشو میکنی. یعنی حتی وقتی میشینی فکر میکنی که اوکی من میتونم این ترم 24 باید کلاس بردارم، اینقدر درس بخونم و باز هم وقتم به اجازه میده که اون سر کار رو برم، نه نمیتونی. اون چیزی که تو داری در نظرش نمیگیری ظرفیتته، انرژیته. انرژی تو بهت اجازه نمیده که همزمان همه این کار رو انجام بدی و همزمان توی همه‌شون موفق باشی. یعنی تو ممکنه بتونی همه اینا رو با هم هندل بکنی، ولی نمیتونی تو همه‌شون موفق باشی. چرا اصلا گردش کار جهان اینجوری نیست که به یک نفر اجازه بده توی همه کارهاش موفق باشه و یه جایی توی یکی از اینا کم میاری. خلاص این تیم برخلاف این چیزی که الان دارم میگم عمل کردم، سعی کردم 1000 تا کار با هم انجام بدم. الان که نمرات ترم داره اعلام میشه تا بفهمم که چیکار کردم این ترم. پشیمونم هنوز نمیدونم. باید ببینم معدل این ترمم چند میشه. ولی به وضوح دیدم که من این ترم یه سری چیزا رو به دست آوردم و در کنارش خیلی چیزا رو از دست دادم. ولی این ترم اونجایی بود که فهمیدم من سوپرمن نیستم.
1000 تا کار رو با هم نمیتونم انجام بدم. و اینجا اونجاییه که تو متوجه میشی باید دست به انتخاب بزنی. آره وقتی تو خواب زندگی میکنم آف کورس که قهوه‌ام کنار لباسام میذارم. درس سوم و آخر. تو چرا زبان نمیخونی؟ درس آخر این ترم تو حتی اگر قصد مهاجرت نداری، حتی اگر رشته حقوقی خیلی داخلیه مثل رشته حقوق، باز اگر زبان بخونی آدم موفق‌تری هستی. یعنی تو امروز زبان می‌خونی نمی‌دونی زبان خوندن کجا قراره به کارت بیاد، اما هر رشته‌ای که می‌خونی، هر حرفه‌ای که فعالیت می‌کنی، این زبان خوندن قراره یک چیزی بهت کمک کنه. پس همین دیگه، به نظرم تو هر موقعیتی که هستی سطح زبانت هر چی که هست، من چند تا سطح زبانم بد نیست. ولی سطح زبانت هر چی که هست، زبان خوندن انتها نداره. پاشو جمع‌تون شروع کن. بحث آخر بیشتر کنم چون که اینجا آشپزخونه